مرغ دریایی گفت: ماجراجویان، بسیار عالی، خوشم آمد. میروم که مقدمات پریشتان را آماده کنم. عینک‌هایتان را بردارید و همینجا منتظر من بمانید. بچه‌ها و روحی تا وقتی که مرغ‌های دریایی مشغول حرف زدن بودند روی لبه یک ابر منتظر نشستند. الکسیا مثل همیشه نمیتوانست دست از حرف زدن بردارد. گفت: این چه خوبه، توی شکمم احساس قلقلک میکنم. چه ترسی، اما چه خوبه. برای اینکه آروم بشم نفسهای عمیق میکشم. اینطوری و شروع کرد به نفسهای عمیق کشیدن. تاسی چی شده؟ تاسی بازی او را گرفته بود و با دست دیگرش چیزی را آن پایین به او نشان میداد. الکسیا با احتیاط به سمت جلو خم شد. زیر پایش یک عالمه ابر بود و در دور دستها کوهستانها و دره‌های سرسبز دیده می شدند و در کنار دریا شهر کوچکی را که در آن زندگی می کردند و تخت خوابشان را که در آنجا منتظرشان بود دیدند. الکسیا فریاد زد: وای چقدر قشنگه، مثل یک مزرعه ابر. فکر میکنی بتونیم روی اونها بدویم و بپریم؟ صدای مرغ دریایی که درست پشت سر آنها بود الکسیا را از خیال پردازی بیرون آورد. مرغ دریایی گفت: ماجراجویان، آماده اید؟ تاسی پاسخ داد: نه. الکسیا در گوش برادرش گفت: این سوال نیست، یک دستوره. و سپس به مرغ دریایی نگاه کرد و ادامه داد: ببخشید، بعد از پریدن چطوری به تخت خواب من میرسیم؟ الکسیا وقتهایی که هیجان زده بود گیج میشد و به چیزهایی فکر میکرد که بعداً قرار بود اتفاق بیفته. مرغ دریایی به آرامی تاکید کرد: همه چیز حساب شده است بچه‌ی عزیز. و ادامه داد: اگر با شهامت و درست بپرید و از مسیر اصلی منحرف نشوید، دقیقاً توی تخت خوابتان فرود خواهید آمد و بلافاصله خوابتان میبرد. فردا صبح که بیدار شدید شاید آزمون را به خاطر بیاورید، شاید هم نه. این بستگی به خودتان دارد. ما مرغ‌های دریایی مسئولیت این موضوع را به عهده نمیگیریم. تاسی با بی‌اعتمادی پرسید: پس مدال قهرمانی را چه کسی به من میده؟ مرغ دریایی پاسخ داد: آرام باش، هنوز که نپریدی پسر کوچولو. اگر درست بپرید بدون اینکه دماغتان له بشود مدال میگیرید. با خوشحالی خندید و سپس دوباره چهرهش جدی شد. سپس بچه‌ها را تشویق کرد. خب چی شد؟ بپریم؟ الکسیا گفت: فقط یک سال. باز هم همدیگر رو میبینیم؟ مرغ دریایی پاسخ داد: بله حتما. من مربی شما هستم که بهتان یاد بدهم چطوری احساسات و هیجاناتتان را مدیریت کنید. برای اینکه در این کار موفق باشید باید همیشه تمرین کنید. الکسیا گفت: پس حداقل بگویید اسمتان چیه؟ هنوز اسمتان رو به ما نگفتید. مرغ دریایی با تعجب گفت: وای چقدر فراموشکارم. البته من فلورستان هستم. واقعا اسمم را به شما نگفته بودم؟ در ضمن دست از رسمی حرف زدن بردارید. سپس اضافه کرد: قبل از پریدن بیایید علائم ترس را بررسی کنیم. دستاتون سرده؟ بچه‌ها پاسخ دادند: بله. قلبتون اونقدر تند میزنه که بتونید صداش رو بشنوید؟ روحی گفت: قلب من تقریبا اومده تو دهنم. توی شکمتون یک حس عجیب دارید مثل قلقلک؟ همه پاسخ دادند: بله، یک قلقلک زیاد. فلورستان گفت: عالیه. برای اینکه ترسیدید. رنگتون هم پریده. بیشتر از یک فیل که از موش میترسه. پس باید بدونید که در لحظه فوق‌العاده‌ای قرار دارید. باید یک چیزهایی کشف کنیم که به ما کمک کنه تا کمتر بترسیم. چیزی به ذهنتان میرسه؟ تاسی گفت: بله، من یک چیستان بلدم. میدانید چه چیزی بیشتر از همه یک خفاش رو میترسونه؟ مرغ دریایی پاسخ داد: شوخیه.
تاسی اصرار کرد. نه جدی میگم، چه چیزی بیشتر یک خفاش رو میترسونه؟ خب معلومه، رفتن پیش دندون پزشک. و شروع کرد به خندیدن و گفت وقتی میترسم فکر کردن به یک موضوع خنده‌دار به من خیلی کمک میکنه. مرغ دریایی گفت باشه، قبول. مهم اینه که هر بچه‌ای بتونه کاری بکنه تا کمتر بترسه. تاسی گفت یه چیز دیگه هم به ذهنم میرسه. میتونم برای هدیه کریسمس یک چراغ قوه بخوام. بعد اون رو زیر بالش نگه دارم که اگه از تاریکی ترسیدم دم دستم باشه. روکی پیشنهاد داد اگه تختت رو یکم به سمت راست حرکت بدیم دیگه سایه های درخت رو که از پنجره میفته توی اتاق نمیبینی. مرغ دریایی دست زد و گفت عالیه، این همون چیزی که ما بهش میگیم نقشه ضد ترس. الکسیا گفت خب من وقتی شبها میترسم فکر میکنم روی یک ابر خیلی نرم شناورم یا اینکه روی یک ساحل زیبا روی شنهای داغ دراز کشیدم. نفس عمیقی کشید و ادامه داد فکر میکنم ریه‌هام بادکنک‌های بزرگی هستن. من اونها رو پر از هوا میکنم، پر و بعد خیلی آرام هوا رو خالی میکنم. اینطوری ترس مثل یک دود تیره از دهانم خارج میشه. این کار رو مامانم به من یاد داده و من خیلی دوستش دارم. مرغ دریایی خیلی خوشحال بود. بچه‌ها، شما توانایی قهرمان شدن رو دارید. هر کدامتان قبل از پریدن از روش ضد ترس خودش استفاده کنه. وقتی پریدید بند قرمز رو بکشید. سپس دستور داد میپرید. 5 4 3. الکسیا نفس عمیقی کشید و دست تاسی رو گرفت. به چشمای تاسی نگاه کرد و گفت آرام باش، با من بپر. مرغ دریایی فریاد زد 1 2 حالا بپرید ماجراجویان. و همه پریدند. در واقع فقط بچه‌ها پریدند چون روکی از ترس فلج شده بود. مرغ دریایی داد زد زود باش، باید بپری، خورشید داره طلوع میکنه. و خیلی آرام با پایش روکی رو هل داد. روکی از ترس فوراً گردن فلورستان رو گرفت و هر دو در هوا به پرواز در اومدند. بچه‌ها دست‌ها و پاهایشان را در هوا باز کردند و سپس بندهای قرمز رو که به چتر نجات آویزان بود کشیدند. زمین رو می‌دیدند که با چه سرعتی به اونها نزدیک میشه. الکسیا داد زد روکی با سر نمیتونی فرو بیای، فلورستان رو ول کن. از آن بالا خانهشان، پنجره اتاقشان و تختشان کم کم داشت بزرگ میشد. وقتی آفتاب در شهر سفید کنار دریا طلوع کرد تاسی با صدای خواهرش از خواب بیدار شد. الکسیا می گفت تاسی بیدار شو. تاسی زیر لب چیزی گفت و به سمت دیگر تخت چرخید. تاسی بیدار شو، شنیدی چی بهت گفتم؟ تاسی بدون اینکه تکون بخوره گفت ممکنه، بله، کاملا باهات موافقم الکسیا و دوباره خوابید. تاسی به من گوش کن، زیر بالشتت رو نگاه کن. سرانجام تاسی بیدار شد و چشمانش رو با دست مالید و در حالی که به یاد می آورد گفت الکسیا میدونی چیه؟ داشتم خواب می دیدم که توی یک قایق بودیم. یک مرغ دریایی هم بود که چتر نجات داشت. الکسیا حرف او را قطع کرد و گفت بله تاسی، زیر بالشت رو نگاه کن. تاسی زیر بالش رو لمس کرد. یک چیز گرد و صافی اونجا بود. با چشمان از حدقه در آمده با الکسیا نگاه کرد و پرسید پس تو فکر میکنی که؟ لبخند بزرگ الکسیا روی صورتش جا نمی گرفت. روکی کنار تخت با موهای گره خورده و به هم ریخته خوابیده بود. مثل اینکه همین الان از یک پرش بزرگ با چتر نجات فرو آمده باشد. اما آن شب هیچ کدام از این اتفاقا نیفتاده بود. شاید هم تا دیدار بعد ماجراجویان.